شعری در وصف مشکلات جوانان توسط استاد فرهمند. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا خود بکن حل مشکلم را، برآور آرزوهای دلم را. بکن گوش لحظه‌ای بر اختلاطم، که تا آگه شوی از مشکلاتم. یقین با خود میگی چیست مشکل تو، که اینقدر درد دارد این دل تو. بله یارب دلم هست پاره پاره، همش از مشکلات روزگاره. دلم خواهد که من داماد گردم، ز غم و غصه ها آزاد گردم. ولی داماد شدن هم گشته دشوار، ز دست دخترداران طمعکار. به 20 جا رفتم من خواستگاری، نمودم التماس و آه و زاری. یکی میگفت مکش از ما خجالت، چقدر پول هست پسنداز حسابت. یکی میگفت بگو چیست کاربارت، چگونه میگذرد این روزگارت. یکی پرسید از من خانه داری، که اینجا آمدی تو خواستگاری. گرفتن بهانه ها بی حد و بسیار، گرفتن بهانه ها بی حد و بسیار. مرا از خواستگاری کرد بیزار. بعد چند روز رفتم جای دیگر، شروع شد گفتگو از پیشکش و مهر. چنین میگفت به من بابای دختر، سکه با عمر او باشد برابر. خدایی رسم دامادی همینه، هر که این رسم را آورد خیر نبینه. یکی نیست که بگه بابای دختر، چرا نیستی به فکر این سیه سر. عروسش کن خدا پشت و پناهش، دعای خیر بکن بابا برایش. فرصت گر بگذرد یا دیر گردد، و خانه دختر تو پیر گردد. دو چشمت منتظر باشد دم در، بیاید خواستگار یک بار دیگر. اگر آید شاید پیر باشد، یا دیوانه که در زنجیر باشد. و یا شاید رود بر روی انباق، بماند تا قیامت بر دلت داغ.